بررسی و گزارش ماندی نایت را 15 ژانویه. تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. Let's go! Ooh, so it's just me. Ooh. Okay. Day one, it's just me. Ooh. Day one, it's just me. Ooh. سلام دوستان، اومدیم تو این ویدیو با ماندی نایت را 15 ژانویه با شما همراه باشیم. پس با ما همراه باشید که یه سری خبرهای بسیار مهم دارم که بعد از راو اونها رو اعلام میکنیم. بریم سراغ راو. در ابتدای راو دیدیم که ست رالینز با بچه‌اش وارد استادیوم شد. جیندر مال هم با یک ماشین خیلی خاص. و اینم نمای از استیج جدید راو با حضور کدی روز در رینگ آغاز شد. کدی گفت میخواید در مورد چی صحبت کنیم؟ کدی میخواست حرفاش خودش رو شروع کنه که درو مکینتایر اومد و حرفاش رو قطع کرد. درو مکینتایر گفت یادته من و تو همسن بودیم، کارمون رو با هم شروع کردیم، جفتمون کلی تلاش کردیم تا خودمون رو نشون بدیم، ولی از اینجا رفتیم خودمون رو اثبات کردیم تا زمانی که خود کمپانی دوباره با ما تماس گرفت. ما حتی تگ تیم هم بودیم، یادته؟ کدی گفت آره، اسم تیممون هم دشین وانز بود. دشین وانز. نمیدونم آقا، تو کامنتات دیگه پارم نکنید. درو مکینتایر گفت همه این مسیر رو اومدیم، حالا مقابل همیم. یادت آخرین مسابقه من پیش از بازگشت به WWE با تو بود و بعد از اون مسابقه تو بهم گفتی تو قهرمان آینده WWE خواهی شد. من به WWE اومدم و 2 بار قهرمان شدم. حالا میخوام اینو به تو هم بگم، تو هم یه روزی قهرمان خواهی شد و داستانت رو تموم میکنی. در واقع من بهش افتخار میکنم، تو بیش از هر کسی خودتو اثبات کردی، ولی قبل از من نمیتونی داستان تو تموم کنی. امسال سال منه، من رویال رامبل رو میبرم و به رسلمنیا میرم. کدی روز گفت نمیشه هیچ کس رو در رویال رامبل دست کم گرفت. من و تو جفتمون این مسابقه رو بردیم و میدونیم کار چقدر سختیه. در واقع ما شباهت زیادی به هم داریم اما تفاوت هم داریم. تو این روزها همش قور میزنی ولی من از موقعیت‌ها استفاده میکنم. همین ویژگی باعث میشه من امسال در مین ایونت رسلمنیا باشم، نه تو. درو مکینتایر گفت باشه، پس بذار بهت بگم تو چرا اینجوری شدی. این کاراکتر خودت غیر واقعیه. عین مدیر رو همش کت شلوار میپوشی و میخندی، حتی وقتی درد داری قیافه سیاستمدارای احمق رو به خودت میگیری. چرا به خودت و بقیه دروغ میگی؟ چرا تلاش میکنی لیدر باشی و برای بقیه تصمیم بگیری؟ تو میدونستی جیوسو باعث دردسر میشه و اونو آوردی به راستر ما. چرا؟ چون من واقعیت رو میگم شدم آدم بده؟ حتما باید مثل تو کت شلوار بپوشم و بخندم تا آدم خوبی باشم. کدی گفت فرق من و تو اینه که تو فقط به خودت گوش میکنی ولی من به حرف دلم و مردم گوش میکنم. در ضمن تو همش به مسابقه آخر ما قبل از اومدن WWE اشاره میکنی. جالب یادت بندازم که اون مسابقه رو برد و بعد میکروفون رو انداخت و رفت. در بخش بعدی DIY تونست مکدونا و دامینیک رو شکست بدن. کندیس لیری و ایندی آرتول موفق به شکست چلسی گرین و پیپر نیون شدن. در بخش بعدی گونتر اومد و از اونجایی که رقیبی براش نمونده اعلام کرد که وارد رویال رامبل میشه و میخواد به مین ایونت رسلمنیا بره. اون همچنین از کایزر و بلایی که سر کوفی آورد تشکر کرد. وودز اومد و حرف اونا رو قطع کرد و گفت که میخواد انتقام کوفی رو بگیره. مسابقه وودز و کایزر ثبت شد که آخرش وودز اومد با پله کایزر رو بزنه ولی مصدومش کنه، ولی کایزر فرار کرد. در بخش بعدی خیلی باحالم بود. توزاوا با آیوار مسابقه داشت. تو مسابقه مکسین حواس آیوار رو پرت کرد، یه بدن نمای ریزی رفت و توزاوا با رولاب تونست پیروز بشه. به همین راحتی اصلا ببین لامصب جنس مخالف میتونه حواس آدم پرت کنه. بعد والهالا و آیوار به مکسین و توزاوا حمله کردن و زدنشون. شینا بیزل و زوی استارک موفق به شکست ناتالیا تیگن ناکس شدن. در بخش بعدی دیمین پریست و فین بالر در مقابل میز آرتروت پیروز شدن. در مین ایونت جیندر محال با ایندوس شیر وارد شد. ایندوس شیر مداوم در بازی دخالت میکرد. وسط مسابقه دیمین پریست هم با کیف مانیند بنک اومد و آماده کش کردن بود. یک جا ست رالینز فینیشر زد ولی ویرماهان پای جیندر محال رو گذاشت روی طناب. درو مکینتایر که با دیمین پریست مشکل داشت اومد و اون رو زد و با هم درگیر شدن و رفتن بک استیج. بعد این دوست شیر به جیندر صندلی دادن و در حالی که حواس داور پرت بود و صندلی ست رو زد. بعد فینیشر زد ولی ست کیک اوت کرد. داور این دوست شیر رو از کنار رینگ اخراج کرد و ست با فینیشر تونست پیروز بشه و ریتین کنه. سی ام پانک با این استوری اشاره کرد که هفته آینده در راو با کدی رودز فیس تو فیس میشه و اینم وقتی وودز خشمگین میشه و اینم عکس آرتروت در جاجمنت دی.
پست مشترک رومن رینز و پال هیمن در اینستاگرام. مسابقات و برنامه ثبت شده برای شو راو هفته آینده. سی ام پانک با کودی رودز فیس تو فیس میشه. درو مکینتایر در مقابل دیمین پریست، ایوی نایل در مقابل والهالا، چد گیبل در مقابل آیوار. طبق گفته WON براگ لزنر به زودی به شوهای WWE برمیگرده تا برای رسلمنیا آماده شه. بیلی گفته رویارویی با ریا ریپلی در رسلمنیا 41 مسابقه رویایی خواهد بود که قبلا هرگز به اون فکر نکردم. کورا جید مجدد در یکی از لایو ایونت های NXT مصدوم شد. با کلیپی که از بوچ و تایلر بیت در اسمکدان هفته قبل منتشر شد، احتمال بازگشت کاراکتر هیل پیت داون محتمله که واقعا هم پیت داون رو بیشتر دوست داشتم. اگه برگرده که به نظر من بهتره. برنامه اسمکدان هفته آینده که آقا ما اینو باید ویدیو قبلی میگفتیم ولی یادمون رفت، حالا این ویدیو میگیم. کوین اوونز شو با حضور لوگان پال. مسابقه سر کمربند تگ تیم زنان، کیدن کارتن و کاتونا در مقابل آلبا فایر و ایسلا داون. سگمنت امضای قرارداد بین رومن رینز، رندی اورتون، الی نایت و ای جی استایل. واقعا میتونه سگمنت پشمی باشه. بله، نام فکشن کاریون کراس هم شد تستمیت اگه اشتباه نکنم. تستمینت. موافق تکرار یک مین ایونت رسلمنیا 3 نفره هستید یا نه؟ تقریبا تمام منابع اعلام کردن که جید کارگیر در رویال رامبل دیبوت میکنه. کمپانی WWE در حال ساخت مستندی از مرحوم بری وایته و به همین دلیل بودالاس هفته قبل مسابقه کرد. و بله، به شیلد جدید سلام کنید به بهانه شیلد بام به این 3 نفر به سولو در اسمکدان. این عکسو گذاشتیم. ولی ناموسن باورتون میشه که بین این دو اتفاق 8 سال فاصله است؟ ناموسن داریم پیر میشیم؟ میگید نه، داریم پیر میشیم آقا. تریپل اچ به دنبال بازگشت دین امبروز همون جان ماکسلی به WWE. به نظرتون در سال 2024 بازگشت شیلد اتفاق میفته؟ ناموسن قبل اینکه بمیریم باید یک بار دیگه شیلد رو ببینیم. منتظر بازگشت بیست براگ لزنر در رامبل 2024 باشید. رومن رینز بعد از 4 سال همچنان قهرمانه. به نظرتون بسه یا چی؟ تا حالا فوتبال بازی کردن رندی و براک توی استادیوم گریتست رویال رامبل رو دیده بودید؟ ناموسن ندیده بودید، حالا ببینید. یه پوستر اولد اسکول خفن از رویال رامبل 2024. دولف زیگلر یا همون نیک نمس در شو امروز TNA، امروز که نه، میشه چند روز پیش، دیبوت کرد. نظرتون درباره کاراکتر جدید دولف چیه؟ بهترین ساموان تاریخ رسلینگ کدومه؟ آقا سنجیده انتخاب کنید، کامنت کنید. به نظر خودم اگه بخوام بگم اول رومن رینز، بعد راک، بعد جیوسو، بعد سولو سیکوا و بعد هم این 2 نفر دیگه، اوماگا و جیمی. حالا شما هم با نظر من موافقید؟ و پشماتون بریزه که آرترود جای سی ام پانک رو گرفت. شاید تعجب کنید از اینکه آرترود در فهرست پرفروشترین محصولات WWE جای سی ام پانک رو گرفته. ورژن مورد علاقه شما از سی ام پانک کدومه؟ به شخص من خودم کاراکتر فعلیش رو بیشتر دوست دارم. حالا تو کامنت ها شما هم بگید 2023 رو انتخاب میکنید تا 2013؟ تو کامنت ها بگید. تصویری از دیبوت متریدل در نیو ژاپن که اولین مسابقهش رو برد. آقا ناموسن اگه اسم این 2 نفر رو بدونید رسلینگ فن واقعی هستید. سی ام پانک قطعا در الیمینیشن چمبر حضور خواهد داشت. نیومی دیشب تایتل خودش رو در TNA باخت و خداحافظی کرد. ساشا بنکس و بیلی هم در ورزشگاه بودن و ازش حمایت کردن. و اینم تصویر جدید از کراش هممون، لیو مورگان. 4 نفری که بالاترین شانس پیروزی در رویال رامبل مردان رو دارن: درو مکینتایر، سی ام پانک، کودی رودز و گونتر. به نظرتون کی میبره؟ تو کامنت ها بگید. و 4 نفری که بالاترین شانس پیروزی در رویال رامبل زنان رو دارن: جید کارگیل، بیلی، بکی لینچ و لیو مورگان. تونی خان گفته ما دست استینگ رو برای انتخاب آخرین حریفش باز گذاشتیم تا خودش انتخاب کنه. و بله، یه دیبوت دیگه، مصطفی علی به کمپانی NJPW دیبوت کرد. بازم یه دیبوت دیگه، جک پری به کمپانی NJPW دیبوت کرد. جک پری در رویداد NJPW بتل این د والی اگه اشتباه نکنم قراردادش با کمپانی AW رو پاره کرد
و اولین باریه که یک رسلر از AW قراردادش رو با این کمپانی پاره میکنه. بازم یه دیبوت دیگه، دینا بروک هم در TNA دیبوت کرد و اینم روزگار یه عکس خیلی رندوم از WWE. پست جدید مت کاردونا. چرا جیندر مال ترند شده؟ الان میگم. بعد اینکه جیندر مال نامبر وان کانتندر کمربند قهرمانی سنگین وزن شد، تونی خان مالک AW در توییتی انتخاب فردی که مدتی نیست و یکو در WWE نامبر وان کانتندر میشه رو مسخره کرد. جیندر مال در جواب تونی خان به هوک اشاره کرد که چند وقتی نبود و یکو اومد و مقابل ساماجو ایستاد و نامبر وان کانتندر کمربند الیت شد. پاسخ جیندر مال به مالک AW و به نوعی ضایع کردن اون خیلی مورد توجه قرار گرفت و طرفداران WWE از این کار جیندر مال استقبال کردن. همین اتفاق باعث شد که جیندر مال در توییتر ترند بشه و کلی میم در مورد اون و تونی خان بسازن. در سال 2024 قرار داریم. حالا بگیم چی شد تو 2024. راک برگشته، سی ام پانک برگشته، دولف زیگلر رفته TNA، جیندر مال گوت شده. اصلا دیگه پشماتون بریزه. رکورد بیشترین باخت در سالهای اخیر WWE 2019 سزارو با 111 باخت، پشمام. 2020 کوربن با 42 باخت، 2021 جیوسو با 51 باخت، 2022 ست رالینز با 75 باخت، 2023 کایزر با 79 باخت. رومن رینز در پریمیوم لایو ایونت بکلش امسال که در کشور فرانسه برگزار میشه حضور نداره. به نظر من، حالا نمیدونم، ولی اگر رسلمنیا تایتل رو ببازه به احتمال زیاد ما رومن رو تا مدت طولانی نبینیم. حالا نمیدونم، حس من اینو میگه. حس شما چی میگه آقا؟ کامنت کنید. طبق گفته WWE اگر دیمین پریست تا پیپرویو مانی این بانک امسال کیفش رو کش نکنه، قرارداد کش کیفش باطل میشه. رومن رینز در الیمینیشن چمبر و بکلش حضور نخواهد داشت. WON اینو گفته. تصویر از یکی از اولین مسابقات تاریخ رویال رامبل. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و بالاخره بعد از مدت کمی ویدیومون طولانی شد، ولی امیدوارم که لذت برده باشید. آقا لایک رو بزنید، زنگوله و سابسکرایب ناموسن چرا سابو نمیزنید بریم برای 500 تایی. آقا سابو بزنید بریم برای 500 تایی و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.